خب تا اینجا فهمیدیم که روانشناسی بازار و رفتارشناسی بازار چی به ما میگه و چه نقش و اهمیتی داره. میخوایم بریم سراغ این که ببینیم روی کردی که وجود داره توی بحث روانشناسی بازار به چه شکلی باید صورت بگیره، یعنی ما نگاهمون از چه زوایایی باید باشه به بازار و اتفاقات پیرامون اون. میخوایم این مسئله رو با همدیگه بررسی کنیم و در رابطه‌اش صحبت کنیم. خب دوستان، در ادامه ما بعد از اینکه رویکردها رو فهمیدیم میریم هر کدوم از رویکردها رو با مثال و با بررسی دقیق اون عوامل با همدیگه بررسی میکنیم. ما پس در شناسایی رویکردهای بازار سطوح مختلفی میبینیم. سطوح اول تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بر بورس، یعنی یکی از مهمترین عواملی که پیشگام هست بر تغییرات کلی بازار بورس عوامل سیاسی است و بعد عوامل اقتصادی. عوامل سیاسی مثل چی؟ مثل تغییرات دوره‌های ریاست جمهوری که یک عامل بسیار بسیار تاثیرگذاره. من فکر میکنم سال 93 یا 4 بود فکر میکنم که توی دانشگاه شهید بهشتی یک سمیناری رو داشتیم و همون موقع من این بحث رو مطرح کردم. میانه های دوره اول دولت آقای روحانی بود و بازار وضعیت خوبی نداشت. اواخر دوره داشت میرسیدیم و من بر اساس همین فاکتور انتخابات و دوره‌های ریاست جمهوری پیش بینی کردم که اگر آقای روحانی مجدد رئیس جمهور بشه بازار بورس 4 سال فوق‌العاده رو سپری خواهد کرد که دقیقاً این اتفاق از میانه‌های 96 و 97 صورت گرفت و توی 3 سال اخیر بازار بورس بازار فوق‌العاده‌ای بوده برای سرمایه‌گذاری. پس یکی از عوامل بسیار مهم بررسی عوامل سیاسی و اقتصادی مثل تغییرات نرخ ارز، نرخ تورم بر بازار بورسه. این دو تا عامل هم نقش خیلی پررنگی دارن. حالا اینا رو میریم روی نمودار ریز به ریز تشریح میکنیم، تاثیرگذاری و اون اتفاقاتی که پس از تغییرات در این عوامل میفته و بازار بورس چه واکنشی نشون میده. اینا رو با هم دیگه چک میکنیم. پس این شد سطح بالایی و مهمترین سطح که روند کلی بازار رو میتونه دستخوش تغییرات کنه. سطح دوم عوامل تاثیرگذار بر صنایع مختلفه. یعنی یه وقتی هستش که شما فارغ از کل بازار میخوای یک صنعت رو بررسی کنی. یک سری عوامل بیرونی وجود داره که تاثیرگذاره. وقتی اون عوامل بیرونی تغییر میکنه آروم آروم بعدش بازار ما هم واکنش نشون میده. نمونهشو بخوام بگم که باز دقیق بررسی میکنیم، تغییرات قیمت‌های جهانی بر شاخص صنایع کامودیتی محور ماست که با هم میبینیم که چقدر تغییرات قیمت جهانی میتونه تاثیرگذار باشه بر تغییرات قیمت سهام. ببینید ما اینجا نمیخوایم تحلیل بنیادی انجام بدیم، ما میخوایم عوامل تاثیرگذار رو بیاریم ببینیم بازار و سهم چه واکنشی داره نشون میده. یعنی اصلا وارد فاز بنیادی نمیخوایم بشیم. اینو با هم دیگه بررسی میکنیم در لایه دوم و سطح دومی که بسیار پر اهمیت هست. و در سطح سوم بحث نقش قراردادها و حواشی رو در سهام مختلف بررسی می‌کنیم. خیلی از سهم‌ها هستن که اصلا گزارش مالی محور نیستن، یعنی سود بسازه ضرر بسازه تأثیری نمیذاره توی قیمت سهم، تأثیر بسیار ناچیزی میذاره. عوامل حاشیه‌ای بیشتر میتونه روی اونها تأثیر بذاره تا عوامل بنیادی. اونها رو هم با همدیگه بررسی می‌کنیم. پس ما در 3 سطح بحث روانشناسی بازار رو با همدیگه شروع میکنیم و جلو میریم و بررسی میکنیم. سطح کلان که عوامل سیاسی و اقتصادی بر کلیت بازار تاثیر میذاره، عوامل تاثیرگذار بر یک صنعت خاص و رفتارشناسی سهامی که بنیاد محور نیستن. بریم چند مثال و نمونه در تو حواشی تاثیرگذار بر قیمت سهم‌ها با هم دیگه ببینیم. پس شروع میکنیم از سطح اول و رویکرد اول مباحث رو جلو میبریم.